درود ارادت. من مصطفی عادل و اینجا برنامه اینسایت. برنامه اینسایت جایگاهیه برای خالقین ارزش و میهمان امروز ما آقای فرشید جنتی از ارزشمندان حوزه معماری هستند. قسمت هفتم رو خیلی کوتاه و مختصر شروع کردیم. فقط این نکته رو بدونید که هیچ کسب و کاری با تئوری ارتقا پیدا نمی‌کنه. در اینجا لازم تشکر کنم از شرکت تبلیغاتی صدای رسانه با مدیریت خانم منصوره بابره که اسپانسری این برنامه رو به عهده دارن. آقای جنتی عزیز، ممنون که دعوت منو پذیرفتید. یه خلاصه‌ای به ما بگید که در حال حاضر چی کار میکنید، از چه نقطه‌ای شروع کردید و الان در حال حاضر در چه حوزه‌ای مشغول به کار هستید؟ به نام یگان معمار هستی. عرض ادب، سلام عرض می‌کنم خدمت شما برنامه محترم اینسایت. من فرشید جنتی هستم. خوشحالم در خدمتتونم. در خصوص بیوگرافی شخصیم، خب همونطور که معمولا توی صحبتام اعلام میکنم، افتخارم این هستش که فرهنگی هستن پدر و مادرم و خودم هم به نوعی این کسب و پیشه معلمی رو از ابتدا پیشه کردم. در خصوص بحث شغلی من معماری خوندم. در نگاه اول آرشیتکت تو ایران خوندم و همراه خیلی از اساتید بزرگ و دوستان خوبمون که توی این شهر بزرگ مشهد به این کار مشغول هستن این مدرسه رو شروع کردیم. بعد از اون هم گرایش پست دکترای من دکتریت آف بیزنس ادمنستریشن هستش، با عنوان مخفف پست DBA معمولا مطرح میشه. از ابتدا اون چیزی که یادم هست، شاید از زمانی که شروع کردیم تحصیل معماری رو، ما موظف کار کردن بودیم و موظف یاد گرفتن. این دوتا هست همراهمون. این شاید یه بیوگرافی کلی هستش که میتونم خدمتتون بدم. بسیاری ممنون از توضیحات خوبتون. خواهش میکنم. قسمت دوم این برنامه اختصاص داره به سوالاتی که ما از میهمانمون میکنیم و ایشون پاسخ میدن. آقای جنتی عزیز، بفرمایید که کلمه‌ای که از اون خوشتون میاد چیه؟ ایران. و کلمه‌ای که از اون متنفر هستید؟ هر چیزی که یه طرفش نه باشه. نه، عادت به نشنیدن نداره. نه گفتن رو بهتر میتونم بگم، عادت نداره. اگر بخواید یه موزیک روی ریتم زندگی بذارین چه می‌کنید؟ قطعاً هر سرودی که یک طرفش اشعار ایرانی باشه. اشعار ایرانی. چه کسی رو مد نظرتون هست؟ استاد محمد رضا شجریان. بسیار. کلمه دروغ چه اسمی؟ اوج پوچیه یک نفر. عرض به حضورتون تعادل بین کارتون و زندگی شخصیتون چجوریه؟ ببینید، نه تنها در رابطه با کار من، اکثر مشاغلی که یک سمتش هنر هست یه پیش نیاز داره به اسم عاشق شدن. معنای واقعی عشق، اون چیزی که از غزل حافظ میاد، در رابطه با کارتون باید باشه. اونجا کار قسمتی از زندگی میشه و شاید همونطور که در داخل زندگی نسبت به خیلی از اتفاقات ایجاد تعادل میکنیم، این رو همون وقت به عنوان قسمتی از زندگی دوچار تعادل خواهیم کرد. بسیار. نقطه جوش آقای جنتی کجاست؟ توالی نشنیدن شاید، ولی کلا خیلی کسی نیستم که عصبانیت رو از من کسی دیده باشه. یعنی موقع عصبانیت کلا چه میکنید؟ یعنی عکس العمل نبودنم رو، سکوتم رو ترک میکنید؟ آره، حتما. و این نه خیلی نقش بزرگی داره در زندگیتون. این چیزی نیستش که قرار باشه در زندگی کسی باشه، پس برای نبودنش کار میکنه. بسیار عالی. عرض به حضورتون پایان هر چیزی رو به چطور میشه اصلا به پایان فکر کرد؟ آیا اصلا با به قول شما با نبودن و اون پایان دادن چجوری برخورد میکنیم؟ جان کامل، یادمه توی سال 2012
1391 یه سمیناری داشتم در رابطه با ایده ها و ساختارها. آخرین جمله‌ای که بعد از اجرای سمینار داشتم مطرح کردن یک کلمه بود به حضار: سلام. به نظرم انتهای هر اتفاق میتونه سلام باشه. اون سلام میتونه آغاز یه اتفاق باشه. بسیار. و نظرتون در مورد عشق؟ اون جاییه که انسان خودش رو پیدا میکنه، درون وجود خودش. و عشق در یک نگاه؟ به انرژی در یک نگاه بیشتر اعتقاد دارم. همسان شدن انرژی. بسیار عالی. ممنون از پاسختون. قربون شما. قسمت سوم این برنامه اختصاص داره به سوالات ذهنی که در ذهن میهمان ایجاد شده و ایشون به اون سوالات پاسخ خواهند داد. میتونی خودت رو به خاطر شکستات ببخشی؟ قطعاً ازشون آموزش می‌بینم. آیا دنیای تو دنیای زیبا همیه؟ بسیار بسیار زیاد. اطرافیانت چقدر در موفقیت و نقص هستن؟ من برادری دارم که همیشه به عنوان یک قهرمان بهم نگاه میکنه، پس محکوم هستم برای تداعی اون قهرمان باشه. فرشید 13 ساله جلو نشسته نصیحت میشه. لطفاً همه عمرتو زندگی کن. تمام زندگی. بزرگترین انتقادت به خودت؟ بزرگترین انتخاب کاش بیشتر تلاش بکنم. چه کاری رو فکر میکنی بهتر از بقیه انجام بدی؟ انتقاد کردن خودم رو و شنیدن انتقاد بقیه. آیا از رقابت با دیگران گریزی؟ بدون رقابت در لحظه مرداب میشیم. فرق بین رودخونه و مرداب میشه وجود رقابت، حرکت، تحرک. اگر بخوای تغییری در خودت ایجاد کنی اون چیه؟ شروع میکنم 2 مرتبه از همینجا علم یا هنری رو که کاملا متفاوت با سابقه قبل بوده یاد گرفتن. چه ویژگی داری که دیگران از اون خبر ندارن؟ خیلی از اتفاقات ممکنه باعث دلنگرانی میشه ولی این انتقال پیدا نمیکنه. آیا فکر میکنی بچی از وجودت هست که هنوز کشف نشده؟ اینو من نمیدونم، بقیه میتونن مطرح کنن. یک فلوکس قرمز، یک ماشین مدرن و یک قطار، کدوم و به کجا؟ قطعا ماشین مدرن. به کجا؟ اینکه ابتدا حتما ایران رو میگردم و بعد به جایی که مقصد نداشته باشم. بسیار. آقای جنتی، اولا که ممنون که تشریف آوردید. خواهش به میکنم. برنامه اینسایت. زحمت بکشید اگر گله شکایتی، حالا چه در حوزه خودتون چه در حوزه کل جامعه، یا اگر توصیه‌ای دارید به کسانی که ابتدای راه شما هستن، برای بینندگان ما یه توضیح بدید. بسیار خوب. من یادمه شما یکی از سوالاتتون کلمه عشق بود. من به نظرم با دیدن دونه به دونه نوجوانان و جوانان بسیار نازنین این مملکت، شاید اگر همه دست به دست هم بدیم و نذاریم اینها به عنوان یک سرمایه، به عنوان یک چیزی که آینده همه ما هستند، از دستمون برند و از این مرزها خارج بشند، این بتونه قشنگترین سلام و قشنگترین سخن پایانی باشه. همه کنار هم کمک کنیم. بسیار عالی. ممنون از شما. خواهش میکنم.